داستان از اونجای شروع میشه که رئیس مزرعه با ظلم‌ها و فشارهایی که روی تک تک حیوانات میاره باعث میشه که صدای حیوانات در بیاد و تک تک حیوانات تصمیم میگیرن که انقلاب کنن، یه شورش بزرگ رو رقم بزنن و رئیس مزرعه رو از مزرعه خودش بندازنش بیرون. قلعه حیوانات یک کتابیه که بسیار ساده اومده یکی از بزرگترین نقدهای سیاسی جهان رو رقم زده و در موردش حرف زده. اگه اولین باره که داری کانال منو میبینی، من علیم و قراره توی این کانال هر هفته یک کتاب بخونم و بیام آخر هفته راجع به اون کتاب صحبت کنم. اگه تو هم دوست داری به من ملحق شو، کتاب‌ها رو با من جلو بیار. قلعه حیوانات نوشته جورج اورول، متولد هندوستانه که توی انگلستان زندگی میکرده. کارهای خیلی زیادی داشته. یه مدت پلیس بوده، یه مدت روزنامه‌نگار و یه مدت هم داوطلب جنگی توی جنگ اسپانیا. این تجربه ها و کارهایی که انجام داده همیشه باعث شده که نسبت به حکومت، دیکتاتوری و فساد یه نگاه متفاوتی نسبت به مردم داشته باشه و کتاب‌های متنوعی تو این باب بنویسه که یکی از خفن‌ترین هاش قلعه حیوانات و 1984. کتاب قلعه حیوانات به گذشته و حال میپردازه. یه نقد خیلی صریح نسبت به شوروی استالینه. ولی کتاب 1984 داره به آینده میپردازه و نشون میده که پایان راه دیکتاتوری چقدر میتونه وحشتناک باشه. داستان قلعه حیوانات توی مزرعه‌ای شروع میشه که یه صاحبی داره به نام جونز که فشارهای خیلی زیادی رو تک تک حیوانات میاره. این فشارها باعث میشه که خوک پیری که اسمش میجره و به میجر پیر مشهوره بیاد حیوانات رو کم کم جمع کنه و ندای آزادی رو کم کم با اونها بیان کنه و راجبش حرف بزنه که همه اینها باعث شروع این انقلاب میشه. بعد از مرگ میجر پیر، 2 خوک به نام اسنوبال و ناپل اون رئیس مزرعه رو به وسیله حیوانات میندازن بیرون و اسم اون مزرعه میشه قلعه حیوانات. تو شروع این انقلاب همه چیز عالی بوده. شعارهایی رو تعیین میکنن، قوانینی رو تعیین میکنن و طبق اون قوانین کنار هم زندگی میکنن که یکی از مهمترین قوانین اینه که همه حیوانات با هم برابرن. ولی رفته رفته تو این مزرعه اتفاقهای خیلی جالبی میفته که تک تک این شعارها و قوانین تغییر میکنن. تو داستان فراز و نشیب‌های خیلی زیادی وجود داره و تک تک اتفاقهایی که توی مزرعه میفته واقعا جالبن، واقعا سادن و واقعا عمیقن. تو این قسمت میخوام یه سری جاهای حساس این داستان رو براتون یکم شرح بدم. یکی از نقطه‌های اوج این داستان نبرد استبله. بعد یه مدتی که رئیس مزرعه فراری داده میشه تصمیم میگیره به مزرعه حمله کنه و اینجاست که اسنوبال با باهوشی و زرنگی و هدایت کردن حیوانات اونا رو دوباره به بیرون از مزرعه میندازن و یه جورایی یه قهرمانی عظیمی به وجود میاد که اسنوبال قهرمان این نبرد میشه. نقطه دوم اوج داستان تبعید اسنوباله. ناپل اون که یه سری سگ‌ها رو پرورش داده و بزرگ کرده به وسیله اونها اسنوبال رو از مزرعه فراری میده و اینجا کم کم نشون داده میشه که انقلاب دست یه دیکتاتور بزرگ داره میفته. سومین بخشی که از نظر من خیلی دردناکه سرنوشت باکستر، اسب داستانه. اسب داستان باکستر که یه اسب خیلی قوی و وفاداره که در طول داستان همش داره کار میکنه و به ناپل اون وفاداره. به مرور زمان که پیر و فرسوده میشه، خوک‌ها به جای اینکه درمانش کنن و مریضیش رو رفع کنن به کشتارگاه میفرستنش و میکشنش. یه جورایی سرنوشت باکستر خیانت به طبقه کارگر جامعه رو داره نشون میده که چجوری طبقه کارگر همیشه وفاداره و کار تلاش میکنه ولی تهش دستمزد واقعیشو نمیگیره. و یکی دیگه از نقطه های اوج داستان به نظرم پایان داستانه که یه سری حیوانات از پنجره دارن داخل خونه رو نگاه میکنن که خوک‌ها دارن با انسان‌ها مشروب میخورن، سیگار میکشن، قمار میکنن و عملاً دیگه فرقی بین خوک‌ها و انسان‌ها نیست. تو این داستان حیوانات نمادهای خیلی جالبی دارن که خیلی خفن نویسنده اومده ازشون استفاده کرده. خوک‌ها نماد رهبران جامعه هستن.
اسب که باکسره و اون سرنوشت شومو داره نماد طبقه کارگره که چجوری همیشه وفادار میمونه ولی اون مزدشو دریافت نمیکنه. گوسفندها نمود توده مردم هستن که چیز خیلی زیادی نمیدونن، ناآگاهن و فقط شعار میدن. سگها توی این داستان نماد پلیس‌ها و ابزار سکوت و سرکوب قشر پایین جامعه به وسیله رهبرانن. و در آخر انسان‌ها نماد حکومت قبلی هن که کم کم باز هم با حکومت جدید و اون دیکتاتوری جدید دست به یکی میشن و جلو میرن. این کتاب پیام‌های خیلی خفنی داره تو تک تک خط‌ها و پاراگراف‌هاش که من یه سری‌هاشو اینجا میگم. یکی از اصلی ترین پیام‌ها اینه که همه انقلاب‌ها با شعارهای عدالت، برابری، آزادی شروع میشن ولی رفته رفته با تاریخ و زمانی که میگذره و ناآگاهی قشر جامعه و اتفاقهایی که توش میفته به اون چیزی که قبلا بوده برمیگرده و دوباره ظلم و فساد و دیکتاتوری شروع میشه. نمود این قضیه‌ای که گفتم توی قوانینیه که توی این مزرعه گفته میشه و به مرور تغییر داده میشه. یکی از مهمترین قانونهایی که توی این مزرعه گفته شد اینه که حیوانات با هم برابرن، ولی تو آخر داستان این قانون تغییر میکنه و کسی هم یادش نمیاد قانون قبلی چی بوده. قانون به این تغییر میکنه: همه حیوانات برابرن ولی یک سری حیوانات برابرترن. این کتاب درباره شوروی سابقه ولی طوری نگارش شده که راجع به تمام دورانها میشه بستش داد و نگاه کرد راجبش. واقعا کتاب فوق‌العاده‌ای، توصیه میکنم یک بار بخونینش. در آخر هم برای هفته آینده طبق برنامه‌ای که دارم میخوام یک کتاب دیگر رو بخونم، کتابی که یکم متفاوت تره، یعنی یکم که خیلی متفاوت تره، بوفکور صادق هدایت. تا حالا آنچنان نخوندمش، دوست دارم بخونمش و آخر هفته بیام راجبش صحبت کنم.